های، من وسایل تولید محتوام آوردم. از بچه ها نمیخوام ازم ویدیو بگیرن چون خیلی چیزم فعلا خیلی معذبم، خودم میگیرم. روزای آخر پاییز دقیقا همه دارم من میخندن. خیلی اذیتم، بس یه سر برم این برتر منو نبینن. آره روزای آخر پاییزه. بعد اینجا خیلی شلوغه. امروز هم جمعه است، دقیقا همه اومدن. من اصلا توقع نداشتم اینطوری باشه. اینه همه خانواده های ایرانی که یه بار میان بیرون میگن هر روز این کار بکنیم. آدم باید هر روز این کار بکنه. واقعا خیلی خوشگله، فضا واقعا زیباست. های بای. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنونم. لایک و سابسکرایب، کامنت هم بذارید. بهترین حالتیه که میتونین از من حمایت کنین. کوچولو موچولو تو توپالویی؟ رکس؟ ببینمت. رکس من؟ حوصله‌تو نداره. این؟ وای ببین الان بارون گرفته در حد چی؟ ما یه آلاچیق پیدا کردیم و بالاخره میخوام تیراندازی کنم. ببین من خیلی تیراندازی دوست دارم و اینجا هیچ از این باشگاه تیراندازی نمیتونم پیدا کنم. یکی از دوستام از این چیزا داره، تفنگا داره. بعد دیگه اصلا اومدیم اینجا امروز که تیراندازی کنیم. خیلی ذوق دارم، امیدوارم که بتونم خیلی خفن بزنم، خوب ظاهر شم. اینو باید بکشین تا ته. اینو عربی بود. خب ولی صفر دیگه. خب میکشید تا بعد ته. تیر رو میذارین این تو. کدوم تو دقیقا؟ این تو. خب این. بعد اینو فشار میدین، اینو میبندین. خب بعد اینجا یه زامن داره این. اینو فشار میدین تو، بعد میتونین بزنین. حله. فکر کنم حله. من چجوری کنم؟ اضافه میکنم. چطوری میکنم؟ تو چای فرمانده توپ میکنم. به به یه فیگور قهرمانی توی ویدیو بگیر. دو نفر دارن میرن بالا. اونا رو نزنید. چرا؟ نابودی دشمنان اسلام. چرا مانه تکون میخوره؟ اوه! افتاد. نزدیک هم خونه دیدم که سایه اینا رو واسه اتاقش درست کرده.
بانمکه عروس دریاییه هنوز کامل نیست. ببین اینا روبانن. آخه بانمکه. اینا ولی رنگش کن به نظرم. اینا رو من با اتو کرل کنم. کرل چیز نشه. نسوزه. خانمی تو ویدیو با فندک داشت این کارو میکرد. با فندک داشت اینا کرل میکرد. کرل چه خوشگله. لوکیشن پیدا کرده دیگه. دقیقاً. عشق کن. خیلی نازه. سایه با سلیقه اون تاپ دیگه اصلا. بچه همین الان زلزله اومد. نمیدونم که شما هم که این ویدیو رو دارین میبینین حسش کردین یا نه. نمیدونم یه جوریه. حالا نمیدونم که پس لرزم اتفاق میفته یا نه، ولی خیلی وقت بود که من زلزله رو تجربه نکردم. آخرین بار فکر کنم سال کنکورم بود. همین 6 سال پیش بود فکر میکنم. از اون موقع دیگه زلزله نیومده بود تا الان. حالا در هر صورت من الان میرم یه دوش میگیرم اگه باز دوباره نلرزه و بعدشم سریال جدیدمو میبینم و دیگه میخوام. اینم بهتون بگم که سریال جدید من دارم سوتسو میبینم که راجع به یه سری وکیلا و کارهای وکیلاس و اینا. راستش فکر میکردم خیلی باحال تر باشه، یعنی توقع خیلی بیشتری داشتم ازش، ولی الان که سیزن 2 یعنی فصل 2 و الان که داره جلوتر میره به نظرم داره یه ذره باحال تر میشه. اگه دنبال سریالین خیلی جذاب نیست که بگم حتما ببینین، ولی خب جالبه، میتونین شروع کنین و حالا بازم بهتون آپدیت میدم که اگه به نظرم جالب تر شد حتما بهتون میگم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. یادتون نره بازم که این ویدیو رو لایک کنین، به چنلم سابسکرایب کنین، چون این بهترین حالتیه که میتونین از من حمایت کنین و توی ویدیو بعدی میبینمتون.